سلام، خیلی خوش اومدیم به طراحی لباس به کمک هوش مصنوعی. ما برای طراحی لباس به کمک هوش مصنوعی از پلتفرم The New Black استفاده می‌کنیم. این پلتفرم به صورت کاملا تخصصی در زمینه طراحی لباس، اکسسوری، جواهرات، کیف و کفش فعالیت میکنه. این پلتفرم 5 بخش مختلف داره که من میخوام به شما بخش دیزاینش رو معرفی کنم. شما توی قسمت مود میتونید انتخاب بکنید. اگه میخواین طرحی از توضیحاتی که دارید ایجاد بشه، باید تکست تو ایمیج رو بزنید. اگه میخواین از ایمیج تو ایمیج استفاده بکنید، وارد این قسمت میشین و عکس مورد نظرتون رو آپلود میکنید و بعدش میتونید هر تغییری که دوست دارید روی اون ایجاد کنید. بخش‌های بعدی هم مربوط میشه به طراحی سه‌بعدی یا ویدیو. برای قدم اول من میخوام از تکست تو ایمیج استفاده کنم، یعنی توضیح متنی که به طراحی که میخوام تبدیل بشه. میبینید که توی قسمت تایپ نوشته شده یکی کلوزه و یه قسمت هم به اسم others هست. others یعنی که شما میتونید توش کیف، کفش، لباس، جواهرات یا هر چیزی که دوست دارید رو خلق بکنید. من برای شروع همون کلوزینگ رو انتخاب میکنم. توی قسمت ایمیج استایل شما میتونید استایل اون طراحیتون رو انتخاب بکنید. دوست دارین توی رانوی باشه، فشن شو باشه، فضای آزاد باشه، سیلویت باشه یا حتی یه اسکچ باشه. توی قسمت سیلویت میتونید مشخص کنید که میخواید چه برجستگی هایی داشته باشه لباستون، هر قسمتش چه شکلی باشه، چه برجستگی، چه فرمی و چه حجمی داشته باشه. من برای شروع میخوام استودیو رو انتخاب بکنم. وقتی وارد قسمت استودیو میشید ازتون میخواد سن، جنسیت و حتی اون کشوری که دوست دارید، مثلا مدلتون ژاپنی باشه، انگلیسی باشه، روسی باشه، اینا رو میتونید انتخاب کنید. حتی میتونید انتخاب کنید مدلتون سیاه پوست باشه یا سفید پوست باشه. حالا من یک زن 20 ساله ژاپنی انتخاب کردم و حالا میخوام برم سراغ لباسش. خب توی این بخش شما لازم دارید که به انگلیسی بنویسید و اگه انگلیسیتون خوب نیست میتونید از گوگل ترنسلیت کمک بگیرید. هر متنی که دوست دارید تو گوگل ترنسلیت بنویسید، ترجمه که شد، ترجمه شدهش رو کپی بگیرید و وارد این کادر بکنید. من مثلا میخوام یک کت شلوار آینده نگرانه بوهو انتخاب کنم. به انگلیسی ترجمه میکنم و وارد این کادرم میکنم. وقتی کارمون با توصیف لباسمون تموم شد، روی دکمه کرییت میزنیم و لباسمون رو طراحی میکنه و بهمون نشون میده. خب طراحی ما آماده است. ما روش کلیک میکنیم و چند تا گزینه ظاهر میشه. اگه میخواید قسمت‌هایی از این لباس رو ادیت کنید یا روتوش کنید، روی گزینه ریتاچ کلیک میکنید و پنل ریتاچ براتون باز میشه. شما به کمک پنل ریتاچ میتونید هر چیزی که میخواید به تصویر اضافه کنید، حذف کنید یا هر کاری که دوست دارید توی تصویر انجام بدید. اگه روی قسمت ایمیج بزنید میتونید از قابلیت ایمیج تو ایمیج هوش مصنوعی استفاده کنید. با توجه به این تصویر، طراحی تصویری دیگه‌ای برای شما انجام میشه. حتی گزینه‌ای دارید که میتونید باهاش همین عکس رو دانلود کنید توی بالاترین کیفیت خودش. حتی شما میتونید این طراحی‌هاتون رو توی قسمت کامیونیتیش به اشتراک بذارید. یعنی بقیه هم میتونن از طراحی‌های شما استفاده کنن. یه بعدی که The New Black داره اینه که برای هر اکانتی که شما میسازید فقط 3 تا کردیت رایگان بهتون میده و این باعث میشه که شما تا 3 تا کردیتتون بتونید طراحی انجام بدید و اگه بخواید طراحی بیشتری انجام بدید باید یک اکانت جدیدی بسازید با یک ایمیل جدید و بتونید از 3 تا کردیت دیگه استفاده بکنید. با ما همراه باشید. این توضیحات مختصر راجع به قسمت کوچیکی از پلتفرم The New Black بود. در آینده ویدیوهای بیشتری در اختیارتون قرار میدیم تا بتونید از تمام قابلیت‌های The New Black به صورت کامل استفاده بکنید. امیدوارم برای دوستانتون و کسانی که علاقه‌مند هستن هم بفرستید تا اونا هم بتونن استفاده کنن.